همصحبت من جمالدین خاموشو کارمند بخش ریاست فتوای مرکزی اسلامی جمهوری تاجیکستان. خب بابای داملا ما در ماه شریف رمضان در مرحله پایانیش قرار داریم. خب برای هر مسلمان سپردن فطر روزه فرض است. خب با معیار پول ملی سامانی اگر بگیریم چقدر معین شده است، یعنی هر نفر باید چقدر فطر روزه خود برای نیازمندان بسپاره. به نام خداوندی که به اندازه مهربان و نهایت با رحم است آغاز میکنه. البته معلوم است که ماه مبارک رمضان ماه رحمت، ماه مغفرت و ماه آزادی از آتش جهنم است. در ماه مبارک رمضان، در انجام ماه مبارک رمضان، صدقه فطر برای هر یک فرد مسلمانی که دارای نصاب زکات است، همچنانی که شورای علمای جمهوری تاجیکستان امسال معین کردند، نصاب زکات با پول ملی 10875 سامانی است. وقتی که هر فرد این ارزش پول را داشته باشد یا اشیایی که با این ارزش برابر داشته باشد، 272 سامانی از این باید که بیرون برآورد و حق فقرا را تقسیم کند و این در قرآن عظیم الشان درباره زکات در آیت 60 سوره توبه ذکر شده است. مقدار صدقه فطر به اندازه پول سامانی امروزه باشد با 4 سامانی برابر است، یعنی به مقدار از حساب گندم که نیم سا است و یک سا برابر 3 کیلو و 600 گرم است و نیم سایو برابر 4 سامانی است. از 4 سامانی صدقه فطر هر یک فرد سرپرست خانواده اگر به شرطی که نصاب زکات را داشته باشد از تن خود و از تن فرزندان صغیر خود باید که صدقه فطر را به فقرا بپردازد. شوراها هم هست که صدقه فطر رو با امام خطیبان مساجد بسپارند، اما شما گفتین که بیشتر باید این صدقه به فقیرها سپرده شود. امروز در جامعه تاجیکستان کی را میتوانیم فقیر بینامیم؟ البته معلوم است که صدقات دو نوع است، یکی صدقات فرضی و دیگری صدقات نافله. صدقات فرضی اشخاص معینی خود را دارد و در غیر اینها در نفر دیگر دادن آنها درست نیست و گرفتن آنها ممنوع است. یعنی خداوند در قرآن عظیم الشان در آیت 60 سوره توبه اشخاص گیرنده صدقه را معین کردند و خصوصا امام خطیبانی که دارای این مبلغ باشند اگر برای آنها گرفتن صدقه فطر معنی است، حتی یعنی از نگاه شرعی حتی حرام است، یعنی ممکن نیست. باید صدقه فطر به افراد داده شود که آنها بینوا هستند، دست کم دارند، محتاج هستند، کم بضاعت هستند، به آنها باید صدقه فطر داده شود، نه به اشخاص غنی یعنی مالدار دادن صدقه فطر و اینچنین گرفتن صدقه فطر از نگاه شرعی برای آنها از دیدگاه مذهب حنفی ممنوع است. خب مرکز شما که به واسطه با دادن فتوا سرکار دارد، در همین رابطه همین سوالهایی که ما از شما کردیم مردم تا کدام اندازه میخوان بفهمند که صدقه و اون خیراتشون رو با کی کنند؟ در این میان اون نفرایی بودن که واقعا پولدار و ثروتمندا بودن که از شما سوال کردن که زکات یا فطر روزهشون با کی بودن و شما چی توصیهشون دادید اگر بودن همین نفر؟ ریاست فتوای مرکزی اسلامی جمهوری تاجیکستان یگانه مرکزی است که در جمهوری فعالیت میکند و الحمدلله که مردم کشور ما مردم مسلمان هستند و پابند به مذهب حنفی هستند. افراد زیادی به مرکز ما مراجعت میکنند و بسیار از این حال پرسان میشوند که باید صدقه فطر را در کی باید داد، کی باید داد و طبق مذهب حنفی ما به آنها دستور میدهیم و آنها را میفهمونیم که صدقه فطر را حتما باید در افراد فقیر، در افراد بینوا، حتی دادن صدقه فطر بر همسر خود روا نیست یا به فرزندان خود روا نیست و از سطح خانواده خود اگر بیرونتر رود و به افراد دیگر داده شود این خوبتر و بهتر. خصوصا افراد یتیمان، بینوایان، بیوزنان، کسانی که نیازی به این دارند. البته این خود فطر به معنای خلقت است، یعنی در این روز عید باید انجام بگیرد تا اینکه همچنان که مردم ثروتمند روز عید را با یک چهره کشاد جشن میگیرند و اینها هم از این حساب مال غنی ها یعنی صاحب ثروت شوند و عید را مانند دیگر افراد همجنسان خود با یک چهره کشاد استقبال نمایند. خیلی سپاسگزاریم برای یک صحبت پرمحتوا. از شما تشکر میکنم. سلامت باشید. خدا نگهدارتان باشه.